در ولایت ریما، یک منطقه بیابانی عربستان سعودی، نمایشگاه شترها آغاز یافت که هر سال زیر نام عبدالعزیز، بنیادگذار و نخستین شاه کشور برگزار می شود. شترپروران از کشورهای مختلف خلیج فارس 50,000 جانور را به نمایشگاه آوردند که یک ماه ادامه می کند. یک بخش مهمی نمایشگاه آزمون زیبایی در بین شترهاست. جایزه امسال در آزمون 31 میلیون دلار، تقریبا 250 میلیون سومانی را تشکیل می دهد. برگزار کنندگان امیدوارند که امسال 10,000 نفر به نمایشگاه می آیند. شترها را هم به فروش می گذارند و به گفته شترپروران بعضی از آنها را 270,000 دلاری هم می فروشند. با بادیه‌نشینان در همین جا با تاجران ملاقات میکنیم. آنها جانوران ما را میخرند، در نمایشگاه شرکت می‌ورزند و با همین عنعنه‌های ما را دستگیری میکنند. در نمایشگاه میتوان شتر سواری کرد و یا درباره نگاهبینی این جانور توصیه گرفت. نمایش شترها در عربستان سعودی اولین بار سال 1999 برگزار شد. آزمون خرد شترهای زیبا را بادیه‌نشینان محلی تشکیل کردند و آن با کمک خانواده شاه به یک نمایشگاه بین المللی تبدیل شد.